عرض کردم بزرگترین حجت الاسلام تاریخ اسلام غزالی میگه این رافضی انقدر هستن که نمیشه با اینا حرف زد، اصلا نباید با اینا صحبت کرد، اینا دیوانه هستن. همه جای دنیا ما رو دیوانه میگن، شیعیان دیوانه حساب میان. چون بری بپرسید آقا باور نمیکنید تشریف ببرید از این قوم بیان بیرون، تشریف ببرید ببینید چه خبره آقا، مردم چی میگن راجع به اسلام. تشریف پاکستان ببینید آقا این اسمی که ما داریم اسلام، کی مردم ایران مسلمان بودن؟ همیشه عرقش خورده و موزیکش شنیده و هر کار خواسته کرده و شعرش گفته و اینا. میسر نیست که از اون بگن و این پاکستانی ندوه در مسجد یا مسلمان هندی ندوه، اصلا میسر نیست. اصلا پیش 4 تا مسلمان ببخشید عذر میخوام از شما، اینو برای من کتاب تایپ میکردم به زبان اردو، همون فارسی هم کتاب از آتون تایر شما، به محضی که صدا از اون بود همه تعطیل میرفتن مسجد. تو چرا نمیای؟ بودم من قضا میخونم شب. من اعتقاد ندارم به دولا و راست شدن، هرگز نداشتم. نیایش این نیست که آدم سرش بذاره زمین پشتش هوا کنه که خدا که احتیاج به حرفا نداره که اینا چه داستانی است. ولی اینا میکنن، اینا مسلمونن. ما که مسلمون نبودیم که، به ضرورت، به مصلحت. بزرگترین زاده این سرزمین راضی است. آقا میگه همه داستانا دروغه، برید دور. مخاریق الانبیا یعنی دروغ‌های انبیا. کتاب نوشت به این گلوکی فضول نمیشه خوند. حالا ما از ردیه‌هاش از ابو حاتم رازی و اونایی که دشمنان رو بودن میفهمیدیم چی میگفته. این مرد بزرگ، مرد آزاده، سرور آزادگان بوده رازی، سرور آزادگان. مسخره کردیم خودمون رو واقعا. و عرض میکنم این آخوندها تا این ملت رو به نابودی نکشن دست بردار نخواهم بود. یعنی طریقی که اینها میده اینا درست مثل کشتیبانی میمانند که این مسافران کشتی رو با چوب و چماق خفه کرده و زندانی کرده در این کابین ها و کشتیرانی بلد نیست. هر جا یک طوفانی هست این به عوض این که از کنار طوفان رد بشه میره وسط طوفان. در یک از این طوفان هاست که این کشتی غرق خواهد شد. هموطن من به شما قول بدم با بحران و یاغیگری و نفی سیستم های بین المللی و نفی نرم جهانی اینا میخوان چیکار بکنن در این کشور. ببینید وضعیت اقتصادی، هر کی زنگ میزنه ناله میکنه قیمت گوجه فرنگی و گوجه فرنگی هم مسئله است در مملکت. واقعا خنده آور نیست گوجه فرنگی. هیچ سرمایه گذار خارجی جرأت این که بیاد و در این صنایع اینا سرمایه گذاری کنه دیگه نیست. هر که بود فرار کرده. اینا هم که اصلا نمیرن اونجا چون بوی جنگ میاد، بوی خون، بوی بمباران داره میاد هموطنان در ایران. بوی بمباران و اگر شروع بشه به این آسانی نخواهد بود که ما خیال بکنیم 2 تا بمب تو نطنز، 2 تا تو بنا و یکی تو نمیدونم نشابور اینا. متاسفانه واسه عرض کنم متاسفانه کار سیاستمدار و لیدر این نیست که نماز روزه بخونه و نمیدونم چه چیز فاعله و ناعله و این مزخرفات اینا. وظیفه سیاستمدار اینه که اگر عرق خور هست، اگر کوفت و زهرمار نمیدونم قمار بازد، کشورش رو از خطر نجات بده، منافع ملتش رو تامین کنه. شاه عباس صبح تا شب مست بود. ببینید چه اقتصادی برای این کشور ساخت. به ما چه مربوط احوال شخصی سیاستمدار؟ سیاستمدار کسی است که با مهارت‌های خودش و با بصیرت و دانایی جامعه خودش رو از مهلکه نجات بده که سهل است که به سعادت برسانه. نماز روزه